هجری. در نبرد موته 3 فرمانده مسلمانان یکی پس از دیگری شهید شدند. جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه. لشکر اسلام در آستانه پراکندگی بود. خالد که یکی از سربازان بود، جلو آمد و پرچم را برداشت. فریاد زد: ای مسلمانان، فرماندهانتان کشته شدند، نه دینتان. امروز روزی است که باید ثابت کنید ایمانتان به فرماندهان نیست، به خداست. با تاکتیکی بی‌نظیر لشکر را بازسازی کرد. روز را به شب کشاند و با کمترین تلفات مسلمانان را نجات داد. وقتی به مدینه بازگشت، پیامبر اکرم فرمودند: خالد سیف از سیوف الله است، شمشیری از شمشیرهای خداوند. و این گونه لقب سیف الله المسلول بر او ماند. فتح مکه. خالد فرماندهی یکی از 4 ستون لشکر اسلام را بر عهده داشت. پیامبر به او فرمود: با کسی نجنگ مگر اینکه با تو بجنگند. و خالد چنین کرد. جنگ یرموک، سال 15 هجری. بزرگترین نبرد او. امپراتوری روم شرقی با 200,000 جنگجو در مقابل 40,000 مسلمان. خالد سپاه را به 40 گروه تقسیم کرد. هر گروه 1 پرچم و 1 شعار داشت. فریاد می‌زدند: یا منصور امت، ای کشته شده در راه امت. در اوج جنگ خالد اعلام کرد: امشب یا بهشت یا پیروزی. و مسلمانان چنان جنگیدند که تاریخ به حیرت افتاد. خالد ابن ولید در نبردهای بزرگی چون حنین، تبوک، دومة الجندل، جنگ کننده، رده، فتح عراق، نبرد یرموک نقش کلیدی داشت. در جنگ یرموک با سپاهی کمتر ارتش عظیم روم را شکست داد. شکستی که مسیر تاریخ را تغییر داد.